الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الأحاديث الصحيحة الواردة في طلب الشفاء من القرآن. عنوان درس امروزی احادیثی که صحیح است، درست است، وارد شده درباره شفاعت قرآن کریم. یعنی خواستم یک دعای بسیار شفا بخش، دعایی که از متن حدیث و آیت گرفته شده، اگر ما به خاطر بیماری و درد و مرض خود بخوانیم، ان شاء الله پروردگار شفای عاجل و کاملا نصیب میگردانه. حضرت ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت میکنه، از پیغمبر گرامی علیه السلام روایت داره، قال علیه السلام، گفت علیه السلام، چی گفته؟ فاتحة الكتاب شفاء من السم. فاتحة الكتاب این الحمد لله رب العالمین، اینمی سوره مبارکه، اینمی شفا هست از در برابر هر شی، هر شی، هر درد، هر مرض، هر بیماری که در جان، در جسمت بیایه، سر اولاد و فامیلت بیایه، از همه امراض شفاست. الا السام و الموت، مگر مرگ. غیر از مرگ نامش نوع مرضی که در وجود و در جسم کسی اگر وارد شود، اگر بیاید، سوره فاتحه و سوره الحمد شریف نام میکنی، فاتحه میگین، فاتحه الکتاب میگه، الکتاب میگه، القرآن، چند نام داره. ما و شما عامیانه سوره الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم بخوانین، از هر نوع درد و مرضتان پروردگار شفا میده به برکت این سوره، بجز مرگ. اگر مرگ آمد میبره، غیر از مرگ هر نوع مرض الله شفا میده برکت این سوره بخوانین، شفا بکنین. یک حدیث. دوم حدیث حضرت جابر روایت میکنه، علیه السلام گفت فاتحة الکتاب شفا من کل شی. دوم حدیث عبدالله بن مسعود هم روایت میکنه، من قرأ 4 آیات من اول سوره البقره، کسی که 4 آیات اول سوره بقره را بخونه و آیت الکرسی را بخونه و بعد از آیت الکرسی 2 آیت دیگه از دنبال آیت الکرسی بخونه و 3 آیه از آخر سوره بقره را هم بخونه. چه گفتم؟ 4 آیت اول سوره بقره را بخونه، 4 آیت اول سوره بقره، آیت الکرسی شریف را بخون، 2 آیت بعد از آیت الکرسی بخون و 3 آیت هم آخر سوره بقره را بخون. آخر سوره بقره 3 آیتش بخون که فانصرنا علی القوم الکافرین، آخرش هم است. از همین بالاترش 3 آیت دیگه تا اینجا 3 آیت شد. 3 آیت آخر سوره بقره را هر کس بخونه، عبدالله بن مسعود حدیث روایت کرده، مگر اگر بخونه شیطان از بین میره، آنچه که در زندگی بد میاد، آنچه که در زندگی یک چیز بد است، تو را رنج میده، تو را علام خونسا میکنه و هیچ جندی و مجنون و دیوانه نیست مگر الله چی میکنه؟ بگو ولا یکر علی مجنون الا افاقه، مگر اگر سر یک آدم دیوانه زنجیری مجنون هم بخوانه جن زده را، مگر پروردگار شفا میده، الله جانش میکنه. 2 خصوصیت سوم، حضرت عطا میگه اذا اردت حاجت فقر فاتحه، وقتی که اراده کردی به خاطر یک حاجت و ضرورت قدم میگذاری، تصمیم میگیری الحمد شریف را بخوان حتی تختمها، تا که حاجت اختتام پیدا میکنه انشاءالله و با پایه ایمان میرسه، سوره الحمد شریف خوانده. این ویژگی 4م خصوصیت و فضیلت سوره فاتحه. حضرت علی صاحب روایت میکنه، یقول خیر الدواء القرآن. رسول علیه السلام میگه علیکم بالشفاءین العسل و القرآن، عسل بنوشین الله شما را شفا میده و قرآن کریم تلاوت. و بهترین ادویه، بهترین دوا هم قرآن کریم است که شما از این ادویه ها استفاده بکنید. پروردگار نسخه بسیار زیبا را به نام قرآن به ما روان کرده. درد و مرض و رنجی که میاد 4 خصوصیت در سوره فاتحه و یک خصوصیت در عسل و یک خصوصیت دیگه که خیر دوا القرآن
حضرت عمر رضی الله عنه می فرماید درباره شفای قرآنی، هر کسی که آب باران بگیره و بعد از آب باران بگیره بر بالای آب باران 70 مرتبه سوره الحمد شریفه بخونه، الحمدلله رب العالمین، 70 مرتبه آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم 70 مرتبه را بخونه، 70 مرتبه قل هو الله احد بخونه، 70 مرتبه قل اعوذ برب الفلق، 70 مرتبه قل اعوذ برب الناس بخونه. معوذتین که میگه رسول الله میگه والذی نفسی بیده، قسم است به آن ذاتی که کنترل نفس و حیات و ممات به ید بلا کیف و خداست. این قسم است با خدا که به تحقیق جبرئیل السلام پیش ما آمد و اخبرنی مرا خبر داد، میگه کسی که نظامی آبی که همین سوره ها خوانده شد به مقدار خوانده شد بر بالای آبی باران شف کرده شد، هر کس از بنوشد 7 روز پی در پی در تایم صبح، هر نوع درد یدفع الذی یشرب من ذلک الماء، برطرف میکنه، اسو میکنه، دور میکنه. هر کسی که زمین آب بنوشد هر دردی که در جسدش است و عافیت میته، صحت میته و از رگش، از گوشتش، از استخوانش، از جمیع اندامش پروردگار مرض و دردی که در وجودش باشه میکشه. برکت همین آب شفا بخشی که به او همین سوره ها به مقدار خوانده شد. یک در دیگر روایت آورده گفته است اینم باید شف کرده شود دمی آب باران. سبح اسم ربک الاعلی را 70 مرتبه، علم نشرح را 70 مرتبه، ان انزلناه فی لیلة القدر سوره قدر 70 مرتبه، قل یا ایها الکافرون 70 مرتبه. خواه اینی دوارم بخونه و سبحان الله والحمد لله الى الله العلی العظیم ایرم 70 مرتبه، استغفر الله العظیم ایرم 70 مرتبه، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولكل ولسائر التابعين 70 مرة ایرم 70 مرتبه بخوانه. پروردگار ببر هر کسی را که از آب بنوشاند پس چی میکنه؟ علا صحت منت من جمیع الامراض والاوجاع والآلام، تمام درد، رنج، غم، امراض باطنی کلکش پروردگار برکتی سوره از بین میبره و شفا میده. این فضیلتی همین سوره ها و خصوصیت و خاصیت همین سوره های قرآنی و شفای قرآنی بود.